آی دکتر حالم گرفته است. ضربه خوردیم چجور؟ از جایی که پیش بینی کرده بودیم از سازمان ملل دشمن شاد کن. الکی نیست که نظام الهی ما میگه که دبیر کل ملل متحد اصلا صلاحیت دبیر کلی نداره. آخه کاش همون موقعی که نظام الهیمون طرح جابجایی سازمان ملل رو به تهران آورده بودیمش تهران. هنوزم دیر نیست تا بخوایم میتونیم جدی میتونیم بیاریم دکتر. آستین رو بزنیم بالا سازمان ملل رو ورداریم بیاریم ایران. سوریه رو میکنیم عضو دائمی شورای امنیت، اصلا رئیس دائمی شورای امنیت. منم میشم دبیر کل. میخوای تو رو بذارم معاون خودم؟ آره چرا نمیخوام، تا که یه مجری دوزاری بیچشم انداز باشم. دوزاری بیچشم انداز نگو، مشنگ بگو، گیج بگو. آخه تو فکر نکردی که این سازمان مللی که کشورهای عضوش سایمون رو با تیر میزنن نمیشه برشش آورد تهران؟ این سازمان مللی که من دبیر کلش بشم تو هم بشی معاونش، بعد غیر از این سوریه دیگه عضو نمیخواد؟ خجالت بکش. تازه اون سوریه هم که این دندون شیری لق معلوم نیست کی میفته. آقای دکتر چرا به احساسات من بازی میکنی؟ امید منو ناامید میکنی. این مصداق بارز مردم آزاری نیست قربونت برم. من تازه شوخی کردم که از اون فضای در بوداغون اول برنامه بیای بیرون، وگرنه مردم آزاری ندیدی. مرحوم ابوی یه رفیقی داشتن که خیلی مردم آزار بود. همیشه میگفت وقت مرگم که برسه بچه‌هامو دور خودم جمع میکنم، بهشون میگم 10 میلیارد تومان گذاشتم زیر، بعدش میمیرم همینجوری. چه صفایی داره. تازه تو وصیت‌نامه‌اش چی نوشته بود؟ تو وصیت‌نامه‌اش هم نوشته بود که سر قبرم کف صابون بریزین که هر کی رد بشه لیز بخوره زمین که اون زیر روح من شاد بشه. روشن شد یا روحت شاد شد؟ برو سر سواله اینجا وارد. آیه دکتر بزن بادر یه نامه داریم از الف نون که خیلی اصرار کرده علنی نشه که دعوا تو بالای نظام رو نشه. گفته این احمد خاتمی احمق بیشعور اینقدر شعور نداره این که بفهمه موضوع اشغال سفارت اولش نیاد هارت و پود بکنه، چند ساعت بعدم بیاد بگه کار غلطی کردیم ببخشید. این با آبروی نظام و مقام عظما داره بازی میکنه. الان تو دنیا همه دارن به ریش مقام عظما میخندن با این دیپلمات‌های 2000. باشه الف نون، من نمیگم تو کی هستی، ولی فکر نکن که دستتو نخوندم سر این حرفایی که زدی. ناکس، گماشته سرکش، حقا که الف نونی. اما این خاتمی تلاش کرده یه خرقلتی بزنه یه کاری بکنه ولی خب خراب کرده. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفهموندن که یه الاغی پوست هندونه ترشیده خورد مست کرد تو جنگل، عربده میکشید و حرف تو بود میکرد که بیا ببین، میگفت گرگ میخوریم، پلنگ میخوریم، ببر میخوریم، شیر پاره میکنیم. یه دفعه یه گرگ گنده گرسنه جلوش ظاهر شد این هوا، برق سفاز ازش پرید، گفت اتفاقا خیلی وقتا شکر اضافه هم میخوریم. روشن شد یا همچین بذارم که برق سفاز ازت بپره که کل اینجا رو روشن بکنه. آی دکتر برق سفاز خیلی وقت ازم پریده. نمیبینید چقدر همه چیز روشنه؟ آره. از بحث سفارتگیری بگذاریم که جز ضرر توش برامون در نمیاد. بپردازیم به بعدش. صالحی بعد از شکست مأموریت اخیرش برای دوچرخیدن و معذرت‌خواهی تو اروپا نامه نوشته و گفته دستم به دامنت آیه دکتر. حرف درنو بفهم صالحی، هیچکی هم نه، توی شکست خورده. راست میگین آیه دکتر، راست میگین. به هر حال نوشته که فضایی که من تو اروپا گرفتم حس میکنم میخواد یه بلاهای سرمون بیاد. آیه نه چه با این قدرت پیش بینید صالحی، طرف دور تا دور اروپا فوش خورده تازه میگه نکنه خبرایی باشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که یه شوته بهش گفتن که برو لباس مشکیتو بپوش میخوایم بریم عزاداری بابات، گفتش که حس میکنم یه اتفاق افتاده شما به من نمیگین. آی دکتر اینو ولش کنین، نمیفهمه. سوال استراتژیکی اینه که علتش چی است که معذرت خواهیمون اثر معکوس داشته. آفرین. جواب استراتژیکی اینه که قضیه به قبل از معذرت خواهی برمیگشت. جواب تو خود جریان سفارتگیری بود که تصمیم گرفتیم دور بزنیم وارد بحثش نشیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، حرف میکردن بله، میفهمودن که بز که اجلش برسه نونو از دست چوپون میقاپه. آیا دکتر یه سوال برای خروج از این بحث خطرناک، چرا اینو فرستادیم؟ ما که میدونستیم این مشنگه، اقلا
خان جلیلی رو میفرستادیم که دلشون بسوزه، بگن این موجیه، از قدیم گیج بوده. اتفاقا انتخاب درستی بود. این همونی بود که بعد از تصویب طرح مجلس برای قطع رابطه با انگلیس هم یه اشوه معذرت‌خواهی اومده بود. اگه قرار بود ببخشن به این میبخشیدن. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن، بزن بادر عرض میکردن بده، میفهمودن که یارو ژیانیه پشت چراغ قرمز ترمزش نگرفت، زد یه طرف الگانس رو از اول تا آخر خط انداخت. چه جور راننده تا اومد یه چیزی بهش بگه، گفت تو رو خدا ببخشید، غلط کردم، من که عمرن نمیتونم خسارت تو رو بدم، به بزرگی خودت ببخش. الگانسی هم مرامداری کرد، گفت باشه اشکال نداره بخشیدمه. سر چهارراه بعدی دوباره ژیانی زد، این دفعه اون طرف الگانس رو قر و دبه کرد و چراغ چلوغش رو شیکوند تا راننده سرشو کرد بیرون که یه فوشی بده. ژیانی گفت برو طولی نیست، منم همونی که سر چهارراه قبلی معذرت‌خواهی کرده بودم. روشن شد یا همچی بذارم که یه طرفت قر و دبه بشه. دکتر ببخشید، مقام عظما چرا این فتوای خرید کالای سوریه رو دادن؟ مگه نمیدونستن که آبروزی بار میاد؟ تو چرا گزینشی با تصمیم گیری ایشون برخورد میکنی؟ چرا تصمیم گیری قیقاج و گیجی ایشون رو برجسته میکنی؟ خجالت بکش ناکس. اگه نصف فشاری که ایشون هست رو تو بود الان اسم خودت هم یادت نمیومد. چرا هوشیاری ایشون رو نمیگی که بعد از قضیه سفارت انگلیس آفتابی نشدن، لام تا کام زبون باز نگردن، خفقون گرفتن، تو مراسم که همیشه میومدن این دفعه شرکت نکردن. ایشون خودشون به من گفتن که دکتر مریضم. گفتم چتونه؟ گفتن بدجور احساس بدبختی میکنم. دلداریشون دادم، گفتم ای بابا حالا کجاشو دیدید؟ بدبختیایی براتون تو راه که پیشش تحریم عین نقل و نبات میمونه. آیا دکتر بزن بادر شما از نجابت بنده سوء استفاده کردین و هرچی از دهنتون در اومد به مقام عظما گفتین؟ تو همون موجی هستی. اجازه بده تو 4 تا بذارم کف دستت. این استراتژیکی نیست که به مقام عظما بگی هیچ، به مقام عظما بگی بدبخت، به مقام عظما بگی نشک.